فصل دوم تا شروع کردیم دیدیم که یه 63 میلیونی پول داریم. با اون 63 میلیون سری رفتیم اول از همه قرارداد قرضی آردا گولر رو دائمی کردیم، چون خیلی میارزید. روی 77 گرفته بودیمش، الان دیگه شده بود 82. 37 تا باید پاش میدادیم، خودش تکی 66 میلیون میارزید. حالا اینی که میارزید و درجه A گرفت و اینا هم جداگونه جلو براتون فیلماشو گذاشتم. بیشتر بازیکنایی هم که گرفتم همه رو قرضی گرفتم، پولی نداشتیم. این 37 تومن که دادیم 22 میلیون 21 میلیون کلا پول بود برام. اونم پول آشغال هم نمیشه، چه برسه پول بازیکن. اینم آردا گولر دیگه. اینجا 37 تا خریدیمش 66 میلیون میارزید. و چی داشتم گفته ارزم به خدمتتون، اینم بازیکناست دیگه. همه رو قرضی گرفتیم، همه که نه، تقریبا یه 60-70% و مثلا اون نلسون قرضیه، آنسو فاتی قرضیه، انکتیا قرضیه، اینا همه قرضیه. اینجا هم که دیگه رفتیم واسه یه بازی 33 لیگ. تا 32 دیگه گفتیم براتون بگیریم، همچین چیز جذاب باحالی نیست. از 33 به بعد دیگه گفتیم براتون گزارش بکنیم. اینجا با ناتینگهام رفتیم تو بازی که 2-0 بردیمش. ضعیف بود زدیم، گاییدیمش، مفبریش کردیم. ولی فولام تو بازی 34 یه ذره وزه بازی در آورد، گو بازی در آورد. ما هم هرچی زور زدیم نتونستیم کاری بکنیم. 1-0 بیشتر نتونستیم. نه گوخوری چرا میگم، با فولام مساوی شدیم. 1-1 شد، 1-0 نبود، اشتباه نکنیم. اینجا بازی بود از سوویلایی که اینم باختیم، چون باخود زیاد ازش نداشتم. ولی آرسنال، این آرسنال حرومزاده 4-1 ما رو برد. انقدر فشار می آورد، انقدر گل می زد به ما، هرچی ما می رفتیم جلو فایده نداشت. دروازه‌بانش از یه طرف، دفاع از یه طرف. اصلا جلوی این آرسنال هرچی ما بازی کردیم انگار داریم آب تو هوا می‌کوبیم. هرچی از کنار میرفتیم، از تو عمق میرفتیم، ولی نه، اصلا فایده نداشت. میبینید دیگه الان با 2 تا دونه پاس میرسه صاف در محوطه جریمه ما. 4-1 آرسنال ما رو برد. ولی حالا شانس ما، آرسنال خودش هم توی جدول جایگاه درستی نداشت. خودش هم امسال فکر کنم 8-9 همچین جایگاهی نره، امتیاز زیادی نگرفته. ولی خب برای ما شاخ شد دیگه، اینم شانس ما دیگه. ما رو شاخ شد، زد دهن اون رو سرویس کرد. و اینه آرسنال هم میبردیم با 3 امتیازش فکر کنم تو جدول جای خوبی میتونستیم بگیم. حداقل یه لیگ اروپایی، یه دونه لیگ کنفرانس، یه چیزی هم بریم از هیچی بهتره. بس اینو یادم رفتتون میگم، هم جام اتحادیه هم اف ای کاپ جفتش تو اولین بازی رفتم تو گل به خودی زدم که اون جاما رو ببازیم، که کلا وقتمون رو برای بازی‌های لیگ، چون بازیکن‌ها همینجوری ضعیفن دیگه، اسکلن بخوان 3 تا جام هم بازی کنن اصلا نفسشون نمیرسه. همینجوری هم تو بیشتر بازی‌های لیگ بازیکن‌ها مرده بودن. اگه بازی‌ها رو سیم می‌کردم، خودم بازی نمی‌کردم، الان 17 بودیم، اوت شده بودیم، رفته بود. ولی خب اینم همینه دیگه، هرچی هم زل میزنیم بازی آرسنال هم تموم نمیشه. اینا هنوز دارن به ما میشوتن. تو بازی دهنمون رو گاییدن، هیچ یه بارم فیلمش دیدیم دهنمون رو گاییدن. اینم بازی با تاتنهام، بازی 1 مونده با آخر. اینم لاشی بازی در برد، ما رو برد مثل لاش خورا همچین افتاد. تیم ضعیف ما دیگه، جون هم نداشتیم. آخرای بازی بود 2-1 ما رو بود، ولی به ناحق برد دیگه. ما حقمون بیشتر بود، یعنی ما مستحق تر بود. اینجا هم که دیگه لیگ تموم شده دیگه، لیگ تموم شد و ما به جایگاه 7 رسیدیم. فکر کنم 7 دیگه لیگ کنفرانس میریم. این هم ترکیب اونه که با شروع کردیم دیگه. موکوکو 84 شده، انکتیا 80 شده، آنسو فاتی 82 شده. البته اون میره دیگه، پولم نشتیم قراردادشو دائمی کنیم، میره. اون بازیکنی هم که میبینید قرمز، این دفاع میخواد گو بازی در بیاره، از تیم ما بره، فشار آورده بفروشیمش. ولی این طرف تو جدول گلزنا چشم حسود کور باشه، موکوکو 20 تا گل زده،
انکتیا هم 16 تا گل زده. واسه یه تیمی که هفتم جدول همچین آماری خدایی بد نیست دیگه. مهاجم قد بلند، تراز، جوون، تازه نفس اینجوریه. این ورم که گولر بیشتر همه پاس گل داده. یه ذره بچه یاد بگیرید شما. نشستین تو خونه همه دارین مستری کنین با 20 سال سن 11 تا پاس گل داده. خلاصه که اینجوری دیگه. ولی فصل سوم فکر کنم اگر اینجا پول خوبی بهمون بده واسه شروع فصل سوم، اینم که جدول دیگه هفتم شدیم با 59 امتیاز. لیورپول هم که 80 تا قهرمان شد دیگه. مثل پارسال تفاضلمون منفی نیست، امسال تفاضلمون مثبت 6 خدا رو شد. 54 تا گل زدیم، 48 تا هم خوردیم. حالا آمار ضعیفیه ولی خب دیگه تیم همینه دیگه. بهترین بازیکن اون اوورالش 84 باشه دیگه معلومه تیم چی دیگه. خلاصه همین، پول خوب بده دیگه، بریم برای قسمت سوم. فردا قسمت سوم از دست ندیا.